چند روز است که عصبی من برای آن گپ‌هایی که با واسطه اینترنت از جانب شخصیت‌های بسیار پست ناانصاف گفته می‌شوند بسیار عصبی شدم و مجبور شدم که با واسطه اینترنت مراجعت کنم. در حقیقت امروز ما زنان و مادران پنجکنتی بسیار عصبانی هستیم و برخی از سابقه داران مهنت مادران که وا میخورم میگویند که این چی گپ است، این لعنتی طوایف محمد چی میخواد که اینقدر گپ‌های تحقیرآمیز، اینقدر عقل جوانان رو دزدیده گپ‌های بیهوده بهوده میزند. احمق انسانی که چنین گپ‌ها رو میگوید. ما مادران زنان شکرانه میکنیم، شکرانه این زمان و این دولت و این سرزمین میکنیم که در سرزمین آباد و تنج زندگی داریم. ای لعنتی طوایف، تو چه خیلی انسان هستی که امروز آقای پدر و مادر شده حتی آبروی پدر و مادری خودت رو فکر نمیکنی. تو امروز رحم کس میآید، گریه کس میآید که پدری تو اینقدر در عذابند و مادری بیچارت اینقدر برای تو شده. امروز در نزد مردم باوری دارم که شرمنده خود را حساب میکنند، گرچند که آنها گناهکار نیستند، لیکن امروز با دنیا آوردن تو بر این ناانصافی سکچه که امروز اینقدر لک لک داری آنها شرم میدارند. ما مادران زنان پنجکنتی راستیگه بسیار عصبی هستیم، بسیار زیق هستیم که چگونه در پنجکنتی ما توانسته است که چنین فرزند در عائله تولد شود که امروز ما پنجکنتیان رو سرمان رو خم کرده ایستاده است. ما از دولت و حکومت به نهایت میندار هستیم. ما تین زندگانی میکنیم. شخصا من در عائله به دنیا آمدم که پدر و مادر من 13 فرزند رو به وای رساندن و 7 برادر من در خدمت حربی بودند، خدمت کردند. امروز یک مردان سزاوار جامعه هستند و امروز سربلندان هر یکی ما 13 نفر فرزندان در جاده های گوناگون خواجگی خلق مملکتمون عمر به سر میبریم و فعالیت مهنتی داریم. ما را دولت و حکومت دستگیری میکند. انمو 13 فرزند در عائله که من تولد شدم دولت و حکومت ما را کلان کرد. امروز ما گرچند که پدر و مادرمون زنده نیستن، لیکن هر یکی ما کوشش میکنیم که نام آنها را زنده و جاوید نگاه داریم. تو احمق نیستی که امروز چی مقصد داری؟ ما نمیفهمیم که چی مقصد داری که از یک در سرزمین بیگانه یک کاسله شده امروز چنین گپ‌ها رو برای وطن و برای مردم و گپ‌های بیهوده رو میزنی. شرم نمیداری؟ تو رو کی به دنیا آورد؟ تو شیر پیستانی کدام مادری بیچاره رو خوردی که امروز چون با یک وحشی بی عقل تبدیل یافتی؟ عیب نیست مگر؟ عقلت رو بجایش بون. شکر کن که تو تاجیک هستی. تو نام پنجکنت رسوا کردی، سیاه کردی. از تو بر این پنجکنتی ما بیزار هستیم، نفرت میکنیم. شر نمیداری؟ تو مردم پنجکن سرزمینی که اینقدر شاعران بزرگ، اینقدر انسانهای بزرگ رو چی دارد و امروز سربلندی و آبروی ما پنجکنتی ها میباشد، تو امروز اینقدر گپ‌های بیهوده و آواره شده گشته ای. کی تو رو دلت رو دل پر کرد؟ تو چی میخواهی مقصد؟ تو بیا روبروی ما زنها مادران تیار هستیم که با تو مبارزه بریم، با تو روبروی شویم، گویم که تو چی میخواهی؟ تو کی هستی؟ عموما تو کرنمک، بی انصاف، ناانصاف تو هستی. تو فرزند آدمیزاد نیستی. من فکر میکنم که تو رو انسان به دنیا نآورده است. اگر تو دل می داشتی تو پدر و مادر خودت رو حرمت و احترام میکردی. صدقه حکومت و صدقه دولت و صدقه همین سرزمین تاجیکان، صدقه نام پنجکنتی شب. من دیگر تو با گپ ندارم. سک